در مجموع سوال این است که چرا شما از بحث روی راست با دادا جون عطاالله دست کشیدید و این سوال هم خیلی زیاد داده می شود. خب خیلی خوب. من متاسفانه این گوشی با سوابق تکنیکی باشد، شاید اون چیزی که حاضر علی شیرزمانوف در استودیو مرکزی گفتن من نشنیدم ولی در اینجا یاوران من یک سوال که خطی نوشتن، شاید که استودیو مطرح کرده باشن، که یکی از دوستان با نام آتش اجل، خیلی نام عجیب، و سوال کرده است که هنگامی در پارلمان بودنتان به مردم چی خدمت کردید؟ دویم سوال، برای چه از بحث با دادا جان عطاالله میگریزید؟ خب دوستی عزیزم، آقای آتش، خدا کند که به آتش دلتان خاموش نباشد. ببینید این سوال را دائم مطرح میکنم که هنگامی در پارلمان بودن به مردم چی خدمت کردید، یا هنگامی در تاجیکستان بودن چی خدمت کردید. و اصلا این سوال را تنها به من نه، به همه روشنفکران، به همه اپوزیسیونرها، به همه مردمی که در خارج هستن همین سوال را میدیم که شما با مردم چی خدمت کردید. من همیشه میگم که دوستان عزیز، من در وقتی در تاجیکستان بودم، اول تا سال 2005 در کمیسیون آشتی ملی خدمت کردم. در اون سالهایی که همه جنگ بود، سلاح بود، من عضو کمیسیون آشتی ملی بودم، یاور رئیس کمیسیون آشتی ملی بودم. اینا همه شاید خدمت بزرگ نباشن، اما طول 3 سال از سال 97 تا سال 2000 واقعا کاری آسان نبود در کمیسیون آشتی ملی. و اون کسانی که عضو کمیسیون آشتی ملی بودن تنها چند نفرشون موندن، اکثریت با سبب‌های از دنیا رفتن، خداوند جاشون جنت کند. ولی حالا ما رو نه، ما جوان هستیم و جوان بودیم، شو جوانترین عضو کمیسیون آشتی ملی بودم، ما رو نه. ولی اونایی که زنده موندن من خواهش میکنم که قدردانی کنن، به قدر آنها برسن، واقعا زحمت کشیدن. من فقط یک هم نداره که خدمت رو بگم، هم فقط دوستان بدانن که چیکار کردیم. وقتی که در شهر وحدت بین نیروهای رحمان گیتلر و نیروهای وزارت داخله قسمی شعبه میلیشیا در وحدت جنگ شد، در اون درآمدگاه رامید در کمیسیون آشتی ملی واقعا بانگ خطر زده شد که تیرپرانی آغاز شده است و خیلی خطرناک است. ما یک هیئت شدیم از کمیسیون آشتی ملی رفتیم به وحدت. خدا رحمت کند حبیب سنگینوف بود، از طرف حکومت رحمان تغییر رحمانویچ بود، خیلی انسان شریف و چند نفر دیگر. ما هم در اونجا وقتی که رفتیم به شهر وحدت و تازه وارد شدیم، یادم هست در همون سر راه بودیم که تیرپرانی از دو طرف شروع شد. دقیقاً نیروهای حکومت از این طرف، نیروهای رحمان گیتلر از اون طرف، ما در بین دو طرف موندیم و خداوند نجات داد که یک استانوف که همون ایستگاه اتوبوس‌های سمنتی در همون نزدیکی بود، همه دویدیم به تگ همون و تیرها از هر دو طرف میزد. با چی دهشت و با رعد و اینا یک گفتشونی دی، تیم گفتشونی در داخل جنگ از دو طرف تیرپرانی. بعد از طریق رعد به هر دو طرف آرام کردیم و مسئله کمی آرامتر شد و هیئت برگشت به دوشنبه. من فقط یک لحظه را از فعالیت در کمیسیون آشتی ملی گفتم که همین کارا در فیض آباد جاهای دیگر، فعالیت در کمیسیون آشتی ملی کاری آسان نبود برای هر دو طرف. حالا کسانی که از این حالت روزها بی‌خبرن، ما هم در همه جا زیاد نمیگیم، بعد میان سوال میگذارن که شما چیکار کردید. خب بالاخره نه تنها ما، دیگر کسانی هم که از طرف اپوزیسیون بودن، از طرف حکومت در روند صلح خدمت‌های کردن به ملت. درست است که الان یک نفر خودش رو حامی صلح و برگزار کننده صلح و همه طرف صلح میدونه، تمام ملت گویا طرف جنگ بود، همه جنگ کردن به غیر از رحمان فقط صلح کرد و صلح آورد. مگر این دروغ نیست؟ دیگران رفتن در زیر تانک تو ایستادن، دیگران رفتن صلح انداختند، نزد بیدیکا میرفتن، نزد قماندان‌های خب طرف حکومت میرفت، طرف اپوزیسیون میرفتن. رحمان که در کابینت شتا بود، یک مرتبه با اونم زیر کفالت و ضمانت احمد شاه و استاد ربانی خدا رحمتشون کنه و استاد نوری کفالت دادن، یک بار خوسته با هواپیما پرواز کرد، با چرخبال رفت، تمام دنیا را پر میکند که این ریسک کرد و این فلان کرد. ریسک رو اعضای کمیسیون آشتی ملی کردند، ریسک رو
امیرقال عظیموف کرد، سید امیر ظهورов کرد، ریسک رو دیگر کسانی کردن که جان در کف رفتن با نیروهای اپوزیسیون مستقیم شدن گفتگو کردن. ریسک رو قماندان های طرف اپوزیسیون کرد، اعضای کمیسیون رشدی ملی کردن، رفتن در گروگان ریزوان بودن، در گروگان حکومتی ها بودن، سهراب بودن. خب اینا ریسک کردن، اینا صلح کردن، اینا خدمت بود دوستانی عزیز. بنابراین همین این سوال ها گاه می شود. اما یک چیز رو در پارلمان چه خدمت کردم، من حرفم این است، یک کارمند دولتی بزرگترین خدمتش به ملت این است که از بودجه دولت از کیسه مردم ندزدد. اگر همین رحمان ندزدد دیگر هیچ کار نکنند، وزیران ندزدن، رئیسان ولایت ها ندزدن، دیگر هیچ کار به ملت نکنند. یک مقامدار دولتی ندزدد از ملت، این بزرگترین خدمتش است. حالا دیگر هیچ کار نکرده باشد. من که اینقدر در مقامات دولتی کار کردم، بیان یک نفر یک حجت پیشنهاد کند، یک دلیل بیارد که از فلان بودجه دولتی از ملت، از جای، از حزب، از هر جای دزدیدی. خب خدمت ما همین است که صادقانه کار کردیم، وظیفه‌مون انجام دادیم، همین خودش خدمت است. جدا از آن که دوستی عزیزم، حالا نه به خاطر ریا، حالا که سوال دادید مجبوریم دیگر بگیم، اگرچه در سیاست گاه یک ریا کردن، ریای منطقی هم جایز است. خب من حداقل اون کسانی که حالا هستند صدها نفر رو از پول خودم به خارج برای دانشجویان روان کردم. کدام یک منصبدار دولتی رو شما دیدید که به ملت چه خدمت کرد؟ به دانشجویان. حالا شما شاید فکر کنید که دانشجویان به کشورهای اسلامی رفتن، شاید یک مقدارش رو فرستاده باشن به کشورهای اسلامی که در ازهر بخوانند، در دانشگاه دیگر. اما هستن جوانانی که تا امروز در دانشگاه سن پترزبورگ خواندن، اسپیرانتورا تمام کرده استادن، در مالزی خواندن، در اروپا خواندن و سلام میفرستن، پیام میفرستن، تشکر میگن. اگر اونا هم که ندارن، خداوند شاهد است، دید است که ما چقدر پول خرج کردیم برای دانشجویان، شاید شمارش صدها نفر باشد. مگر این خدمت نیست؟ کدام حزب را و کدام گروه را، شخصیت سیاسی را شما میدونید که در تاجیکستان در سال 2013 از پول خودش مکتب ساخته است؟ در تاجیکستان حزب خلق دموکراتی از پول خودش ساخت یا حزب دیگرش؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه قمسنگیر از پول خودمان ما مکتب ساختیم. برید از رئیس ناحیه قمسنگیر پرسید، از کسانی که این کار را دیدن بپرسید که نهضت اسلامی تاجیکستان مکتب ساخت. ما فقط مدرسه و مسجد نساختیم، اگر این چی وظیفه مسلمانیمان هست. ما مکتب ساختیم، ما کارهای زیادی کردیم. اگر شما خبر ندارید دوستی عزیزم، نگویید که شما چه خدمت کردید. بازم تکرار میکنم، حالا دیگر خدمتایی که کردیم به ورزشگرا و دیگرها، خب جای خودش نمیخوام زیاد بگم چون یک مقدار خود تعریف کنی و ریا میشود، اما بالاخره این حرف رو نزنید. بازم تکرار من این است که منصبداری که از دولت، از ملت دزدی نکند، این خدمتی بزرگ کرده است به ملتش. خواهش میکنم این حرف ما رو به منصبداران دولتی هم برسونید. اما سوال که چرا از بحث با جناب دادا جان عطالوف میگریزم، یک مسئله خیلی مسئله مهم است. چند سوال دیگر هم در این باره هست. دوستان عزیز، من هیچ وقت از صحبت با هیچ کس نگریختم، حتی از با صحبت با حکومتی هم که قدر ظلم میکند هیچ وقت نگریختم. برعکس من یکی از طرفداران اشدی گفتگو مکالمه بودم و هستم. این اصلا فلسفه زندگی من است که کاری را با راه گفتشونی مکالمه حل کرده میشود، چرا با بحث و جنجال حل کرد. اگر من از بحث و از گفتگو میگرفتم، من به برلین به نزد دادا جان عطالوف نمیرفتم خودم. رفتم، زنگ زدم، شیشتیم، صحبت کردیم. مگر کسی به من زنگ زد است که دعوت کرده است به ملاقات که بیا که من رد کرده باشم؟ من زنگ زدم، من رفتم، من شیشتم. نه تنها به نزد دادا جان عطالوف، من به هر کجایی که در اروپا سفر کنم وینا رفتم، با بچهای گروه 24 با برادران رهبریت گروه 24 ملاقات کردم تا اون وقتی که خودشون میخواستن و حتی درخواستم آخرین بار کردم که بشینیم صحبت کنیم. خب گفتن ما حرفی برای گفتن نداریم. در پولش هم، در ورشو هم، در آلمان هم، در همه جا هم با همه من صحبت میکنم. کی گفت است که من از صحبت فرار میکنم، میگریزم؟ بله، بعضی دوستان میگن که شما چرا در فیسبوک دیبات نمیکنید؟ دوستان عزیز، ما که کمدی شو کردنی نیستیم، سیاستمدار هستیم. من نه ژورنالیست هستم، من نه یک کارمند دیگر چی هستم. در فیسبوک من چگونه صحبت میکنم؟ با کی؟ حالا از همه مهم، خب صحبت کردیم، نتیجهش چی؟ فایدهش به مردم چی؟ این صحبت ما و شما در فیسبوک فایده دارد به مردم.
مردم سوال میتونن، جواب میشنون، بحث میکنیم. اما ما بیایم تصور کنید که با دادا جان عطااللهیف در فیسبوک بحث کردیم. خب یک سوال او، یک سوال من، یک جواب من. یک سوال رو مردم میگن که آفرین دادا جان عطااللهیف حق بود، در سوال بعدی میگن که آفرین کبیری حق بود. فایدهش چی؟ خب فقط هم که مردم بگن که بله فلانی زور بود، فلانی میتونست از بحث کرده. یک کاری که من برای مردم فایدهش نمیبینم، چرا این کارو کنم؟ واقعا منطق ندارد این چیز. اما الان اعلان میکنم، همیشه گفتم فردا من حالا دعوت کرده شدم بیاید بشینیم ملاقات کنیم. در همون صحبتی که با محترم دادا جان عطااللهیف کردیم، خیلی شخصیتی با فرهنگ خدمت کرده، ما گفتیم دوستی عزیز بیاید دیگر از این بابت دائم بشینیم صحبت کنیم، هیئت رو معین کنیم، باید همکاری باید کرد. و نمیدونم بعدا چی شد راست دیگر، منم حیران موندم. اما اینکه بیاین در فیسبوک بحث کنیم فکر میکنم که چندان طرح خوبی هم نیست. الان اعلان میکنم هر ساعت، هر جا، هر کسی باشه، فرق نمیکنه چی دادا جان عطااللهیف، چی یک شهروند عادی تاجیکستان بگه که من حرفی برای گفتن دارم، در دوام یک هفته دیرش شاید که زودتر من بیام در هر نقطه اروپا با او ملاقات کنم. و تا امروز هم کردم. مثلا یک نفر بگه که فلانی رو من پیام فرستادم، زنگ زدم که میخوام ملاقات کنم، کبیری نگفت. نه، اما در فیسبوک خواهش میکنم ببین دیگر همه چیز جای خودش دارد. فیسبوک بله ما سوال میکنیم، صحبت میکنیم با مردم، اما دو سیاستمدار بیان در شبکه صحبت کنن، نه زیبی هم سیاستمدار هست و نه مردم رو ما احترام کردیم. خب یک سوال دیگر هم از استودیو آمده است که چرا محض در صدری پیمان ملی تاجیکستان قرار گرفته؟ اتفاقا همین سوال در چند تا از سوال‌های دیگر از دوستان هم هست. من به این سوال جواب میگم وقتی که دوستان ناراحت نشون، اگر وقتی که به سوال‌های مشخص میگذاریم به همین سوال دیگر تکرار نمیکنیم. خب انتخابات بود در پیمان، نامزدها معرفی شدند، هر حزب و حرکت، 4 حزب و حرکت نمایندگان خود را به شورا 3 نفری پیشنهاد کردند، در اونجا برابر، در اساس برابری، هنوز هم در اساس برابری هست و انتخابات صورت گرفت. اکثریت به نامزدی ما رای دادن و ما هم رئیس پیمان ملی تاجیکستان انتخاب شدیم. دیگر مسئله همین است، یگان مسئله پس پردگی دیگر ندارد. اگر هر دوست دیگر هم که انتخاب میشد، مطمئنم این 15 نفر عضو شورا و 10 نفر کارمندان پیمان حتما که همین شکل اطاعت میکردند. خب حتما درباره پیمان باز جاهای دیگر صحبت خواهیم کرد.